سلام، من جیانام، اما معمولاً جیا صدا میزنن. اون موقع توی شهر دیگه میرفتم دانشگاه و یا آپارتمان گرفته بودم تا راحت باشم. واحد من طبقه سوم ساختمون بود. خونه یه کوچیکی بود ولی واسه من و گربم کافی بود. یه بالکن کوچولو هم تو اتاقم داشتم، البته پنجره‌شو با پرده پوشونده بودم که کسی نتونه از اونجا منو ببینه. هیچ وقتم نمیذاشتم گربم بره تو بالکن چون میترسیدم یه دفعه بپره و اتفاقی براش بیفته. یه بار آخر شب داشتم تو اتاقم درس میخوندم که در اتاقم خودش باز شد. زیاد اهمیت ندادم. فکر کردم لابد گربمه و حواسم کاملا به درس خوندن بود. فرداش امتحان داشتم. چند دقیقه بعد صدای میو میوی گربم از تو پذیرایی شنیدم. خیلی عجیب بود چون میدونستم اون تو اتاق خودمه. فکر نمی کردم رفته باشه بیرون. بنابراین پا شدم و داخل پذیرایی رو نگاه کردم و دیدم گربم اونجاست. کنار بشقاب غذاش نشسته بود. احتمالاً یادم رفته بود بهش غذا بدم. براش غذا ریختم ولی باز یه گربه از تو اتاقم میو کرد. صدای میوش عجیب بود و خیلی میترسیدم نگاه کنم. با خودم فکر میکردم که اصلا امکان نداره چیزی اونجا باشه. آروم تو اتاقم سر کشیدم و دیدم یه مرد عجیب و ترسناک اونجاست که داره صدای گربه در میاره. انقدر ترسیده بودم که فقط گربم رو برداشتم و از خونه زدم بیرون. وقتی از ساختمون در اومدم از پایین به بالکنم نگاه کردم و دیدم مرد داره با خشم و چشمایی از حدقه در اومده بهم زل میزنه. همینجور بدون توقف دویدم تا اینکه بالاخره رسیدم به خونه صاحبخونم و تمام ماجرا رو براش تعریف کردم. به پلیس زنگ زدیم و مرد و داخل خونم دستگیر کردم و من دیگه هرگز به اون خونه برنگشتم.